سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که هر جای چهارگوشه این دنیا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید. من رقیه رضایی هستم. همتون احتمالاً میشناسید من رو، به خاطر اینکه از صفحه شخصیم در خدمتتون هستم. از تحریریه ایران وایر. ما از این به بعد قراره که لایف ها رو به این شکل برگزار بکنیم و در خدمت خانم فریبا بلوچ هستم. هر جمعه ساعت 7:30 شب به وقت ایران در خدمت فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر بلوچ و برنده جایزه زنان شجاع سال 2024. خب اجازه میخوام که خانم بلوچ رو اضافه کنم برای اینکه بتونیم اخبار بلوچستان رو با هم دیگه مرور بکنیم، اتفاقاتی که افتاده، نقض حقوق بشر، نقض در واقع حقوق بنیادین شهروندان خطه بلوچستان. من با اجازهتون ایشون رو اضافه بکنم. فریبا جان، گرفتید درخواست منو؟ حالا سلام رقیه جان. خوبین؟ مرسی. صداتون رو درست ندارم البته. الان چطور؟ بله من گوشی خودم اشتباه داشتم. خب منم یکمی ببرم شعبم. مرسی. خیلی ممنونم. میدونم که خیلی هم سر جلو بوده. مرسی، ببخشید من توی یه سفر کاری هستم و دیگه عذرخواهی میکنم دیگه، ولی در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ممنونم. عرض کنم که اگه بخوایم بریم سراغ اخبار، ببخشید من دفترم اون طرف بود بیارمش. اگر که بخوایم بریم سراغ اخباری که اتفاق افتاده تو هفته گذشته، من یه خبری دیدم متاسفانه سوختبرهای بلوچ باز هم قربانی شدن. این هفته که گذشت 4 کشته داشته. میدونم که در اون مرز هم در واقع نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی، یعنی در بلوچستان، پاکستان هم تیراندازی کردن و عده‌ای رو مجروح و کشتن. در این مورد اطلاعات بیشتری دارین؟ بله. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما رقیه جان و همه دوستانی که الان توی لایف ما رو میبینن و مرسی که امروز هم مثل همیشه همراه ما هستید. حقیقتش این هستش که متاسفانه در مورد وضعیت سوختبرها اگر بخوایم صحبت بکنیم، واقعا نقض فاحش حقوق بشر رو میتونیم در مورد وضعیت سوختبرها توی بلوچستان بگیم، که چون در هر هفته و هر روز در واقع میشه گفت وجود نداره روزی که سوختبری زخمی نشه، سوختبری کشته نشه و این آمارهایی که به دست ما میرسه صرفا آمارهایی هستش که در توسط رسانه ها در واقع منتشر میشه و 100% این آمارها خیلی بیشتر هستش. حالا من قبل از اینکه برم به در واقع این بحث کشته شدن افرادی که در هفته گذشته سوختبران و مجروح شدنشون بپردازم، خوبه که یه یادآوری بکنیم. من آماری که داشتم نگاه می‌کردم امروز که رسانه رسانک داده بود، در واقع گزارش حقوق بشریشو که داده بود، مال سال 2023، 321 تا سوختبر توی سال 2023 کشته و مجروح شدن. این یا توسط در واقع شلیک مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی بوده یا توسط در واقع تصادفات جاده‌ای بوده و آتش گرفتن بوده. یعنی در واقع اینا، ولی این آمار مال سال 2023 بوده و هر روز هم یعنی فقط چیزایی که ثبت شده. در هفته گذشته متاسفانه این آماری که حتی اومده بیرون هم خیلی به شدت زیاد بود و در واقع
هم سه‌شنبه هفته گذشته ما در واقع 4 تا سوختبر رو که در مرز سراوان اینها رو در واقع هنگ مرز سراوان به سمتشون شلیک کرده بود، یعنی در واقع بدون هیچ در واقع ایستادنی یا در واقع هیچ هشدار قبلی فقط شلیک مستقیم میکنن به سمت سوختبرها که در 2 نفر از این سوختبرها زخمی شده بودن. یه نفر به دستش تیر گلوله اصابت میکنه و یه نفر هم به پاش، اون که به دستش میکنه اصابت میکنه. یک جوون با جالب رده سنی ها رو اگر ببینید همه نوجوان هستن و جوان هستن. اینم یک نوجوان 18 ساله بوده این سوختبری که گلوله بهش خورده، اسمش فرهاد سیاهویی بوده که این فرار میکنه. اون یه نفری که زخمی بوده ماموران رو دستگیر میکنن با همون حالت زخمی بودنش و این سوختبر فرار میکنه و از شدت خونریزی توی این کوههای اون اطراف جان میده. و همچنین در واقع 12 تا سوختبر دیگه اونا هم توی مرز سراوان در واقع اون این بچهای سوختبری که بهشون شلیک کرده بودن مال اون طرف مرز بلوچستان مشرقی هستن که وقتی که سوختبران به این سمت از این سمت سوخت رو میبرن و اونها از اون سمت تحویل میگیرن و سپاه براش فرقی نمیکنه، هم این سمت به سوختبران شلیک میکنه همون 12 تا سوختبر رو بهشون شلیک کرده که 4 تا سوختبر کشته شدن، 4 تا سوختبر زخمی شدن و 4 تا هم مفقود هستن. و علاوه بر اونم در واقع جان باختن 3 سوختبر و این زنده در آتش سوختن 3 تا سوختبر رو ما در هفته گذشته در پی واژگونی خودرو هم داشتیم. یعنی این مشکلات هست، یعنی هرچی رو که حکومت با در واقع شلیک مستقیم میکشه و هرچی هم که در واقع با تصادفات جاده‌ای و نبودن جاده‌های مناسب که 3 تا سوختبر در محور چابهار بودن در دوراهی کوچ بخش پیر سهراب که اینها در واقع متاسفانه هم جاده ها خرابه و هم در واقع مسئولینی که در بلوچستان هستن هیچ احساس مسئولیتی نسبت به اون شهر و در واقع این مسائلی که امنیت آدم ها، جان انسان ها مهم هستش رو ندارن و در واقع یک حفر چاله‌ای که توسط اداره راه بوده و هیچ تابلوی هشداری نبوده و این برخورد خودرو و بعد سوخت داشتن و ماشین خودروهاشون آتیش میگیره و زنده این 3 تا سوختبر در آتیش میسوزن. ما همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم سوختبری یک شغل نیست، سوختبری یک اجبار هستش. نبودن فرصت‌های شغلی برای مردم در بلوچستان و این باعث میشه که در واقع مردم به سمت این شغلی که در واقع نمیشه گفت شغل‌های کاذبی مثل سوختبری رو بیارن که نتیجهش به جز در واقع کشته شدن و به این شکل کشته شدن دردناک وجود نداره. و ما داریم میبینیم و این متاسفانه حتی در هفته گذشته صحبتی که بود این بود که این داره افزایش پیدا میکنه، انگار که سپاه و نیروهای امنیتی کمر بستن به در واقع یک نسل کشی به یک شکل دیگه و همیشه انجام شده ولی الان افزایش پیدا کرده و از اون طرف هم به خاطر نبود شغل مناسب و بیکاریایی که وجود داره مردم مجبور هستن و از این طرف هم کشتار متاسفانه و این خیلی مسئله دردناکی هستش و همونطور که اول هم گفتم واقعا نقض فاحش حقوق بشر داره اتفاق میفته و چیزی هستش که به نظر من واقعا این مسئله دردناک باید از سمت نه تنها هموطنان ما سمت جامعه جهانی بهش توجه ویژه بشه، چون جان انسان هاست بدونی که در کشوری جنگ باشه هر روز در آتش سوخته میشن و کشته میشن و این یک مسئله دردناکی که ما در بلوچستان هر روز شاهدش هستیم متاسفانه مثلا در مورد کولبرها بحث قاچاق کالا رو مطرح میکنن. بلوچستان من میدونم که بهانه هایی رو عنوان میکنن برای اینکه توجیه بکنن کشتار شهروندان رو و در واقع گریزی که خیلی وقتها منجر به کشته شدن جوانان بلوچ میشه. معمولا مثل جیش العدل میگن جیش العدل بودن. اخبار هفته هایی داشتیم مبنی بر این که در واقع ناامن‌سازی امنیتی صورت برای این فضا رو برای این که در واقع بکنن که حضور فوق‌العاده خودشون پرشمار
در توجیه بکنن. در این مورد چی؟ ببینید این بحثی که ما توی هفته‌های گذشته هم داشتیم در مورد مبحث در واقع ناامنی در بلوچستان که خود مردم در بلوچستان هم این اعتقاد رو دارن که این مسئله به شکل عامدانه داره در واقع صورت میگیره برای اینکه منطقه رو ناامن کنن که بخوان در واقع فشار بیشتری از اون طرف بر مردم بیارن. کما اینکه مثلا ما شاهد بودیم حتی امروز هم، مخصوصا اینو البته از زمان بعد از جمعه خونین زاهدان این مسئله رو که فضای در واقع بلوچستان و مخصوصا زاهدان به صورت کاملا نظامی و امنیتی داره اداره میشه. امروز هم گزارش ها و ویدیوهایی که پخش شده بود حتی در اطراف مسجد مکی، خیابون‌های منتهی به مسجد مکی کاملا نیروهای نظامی و امنیتی بودن، بازرسی گذاشته بودن، مردمی که برای نماز میرفتن بازرسی می‌کردن. دقیقاً همون اتفاقی که در واقع بعد از جمعه خونین زاهدان هر روز میافتاد و حتی من یه خبری همین چند یک ساعت پیش خوندم که نوشته بود که حتی 3 تا خودروی مشکوک با لباس شخصی و اسلحه در اطراف خونه مولوی عبدالحمید بودن. و یه چیز دیگه هم که اتفاقا در رابطه با همین بحث ناامنی بود، یه خبری من دیدم رسانه حالوش فکر کنم زده بود که مأموران امنیتی توی سرابان با زندانیایی که دارای سابقه سرقت بودن با بعضی از اینها دیدار کردن و از اونها خواستن که در قبال آزادشون میکنن، ولی در قبال این آزادیشون باید باهاشون در واقع همکاری بکنن. یعنی در واقع سرقت برن بیرون، سرقت انجام بدن، شهر رو ناامن بکنن، ولی زیر نظر نیروهای امنیتی. یعنی در واقع اونها میخوان که بلوچستان رو ناامن بکنن و از این دلیل خودشون این ناامنی رو با اون نیروهای خودشون به وجود میارن و مثلا افرادی مثل زندانی‌ها، ولی خب چند تا از زندانی‌ها قبول نکردن، اونا رو دوباره به بند فرستادن. و یا دقیقاً یادتون باشه مثل یه اعدامی که چند هفته پیش هم صحبت کردیم که در قبال آزادیش بهش گفتن که ترور کنن افراد مخالفان جمهوری اسلامی رو و از این قبیل در واقع پیشنهادها میدن، یعنی برای اینکه بخوان یعنی مثلا بگن که خب اینا خود مردم بلوچن در واقع دارن این کارو انجام میدن. و این مسئله‌ای که مثلا میگن جیش العدل بوده اینا، خب اینا ما میدونیم که بهانه برای مسئله‌ای که مثلا وقتی که میاد 12 تا سوخته رو میزنه حمله میکنه میگه جیش العدل. من اینو توی کمپین فعالین بلوچ هم دیدم اشاره کرده بود حدسیاتی که میزنه، ولی مسئله این هستش که وقتی که حالا این بحث نیست که بگیم جیش العدل کاری نمیکنه، ولی مسئله اینه که وقتی جیش العدل یه جایی رو کاری رو میکنه سریع میاد میگه و اون کار رو قبول میکنه، میگه من مسئولیت این حمله رو انجام دادم، مسئولیتش با منه. ولی مثلا در مورد این مسائل هیچ اظهار نظری نکرده و قبول هم نکرده. ولی اونها برای اینکه توجیه کنن کشتار در واقع انسانها رو و مردم بلوچ رو و برای اینکه اذهان عمومی رو منحرف بکنن در واقع از اون فشار امنیتی و نظامی که دارن بر مردم بلوچ وارد میکنن، دست به در واقع شایعه پراکنی و در واقع تشویش اذهان عمومی میکنن. متاسفانه جمعه خونین زاهدان هم در واقع مسائل مطرح بود، ولی خب بعداً مشخص شد کودکان بیگناه فقط از گزاران مسن کودکان نماز بخونن. بله. فریبا جان، یه خبر دیگه بود، شما به نماز جمعه امروز و جو امنیتی حوالی مسجد مکی هم اشاره کردید. میدونم که مولوی عبدالحمید برگشتن خودشون برگزار کردن. در مورد چی شنیدید؟ بله آقای مولوی عبدالحمید بعد از در واقع اون سفر درمانی که به ترکیه داشتن دیشب برگشتن و یک مسئله که خیلی توی فضای مجازی بود که با استقبال خیلی پرشور مردم در واقع مواجه شدن و امروز هم در واقع نماز جمعه رو در واقع ایشون برگزار کردن و در خطبه‌های نماز جمعهشون بیشترین مطلبی که در موردشون صحبت کردن در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین بود و در واقع مسئله به
رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بود که میگفتن که این باعث میشه در واقع به رسمیت شناختن کشور فلسطین به امنیت جهان و امنیت منطقه کمک میکنه و جهانیان باید اسرائیل رو تحت فشار بذارن بابت این مسئله و این خیلی یک مسئله، یعنی به صورت که صلح و عدالت در واقع باعث میشه که در جهان برقرار بشه. و مسئله دیگه هم که تشکر کرده بودن از مردم بابت اینکه حالا هم جویای احوالشون بودن و هم در واقع به عیادتشون رفته بودن. و مسئله دیگه هم که در واقع فوت ما یکی از تحلیلگران و نویسندگان برجسته بلوچ رو داشتیم هفته قبل وفات کردن، آقای پیر محمد مولازی که آقای مولوی عبدالحمید امروز در مورد ایشون صحبت کردن. در واقع پیر محمد مولازی از تحلیلگران و چهره‌های سرشناس در حوزه مثلا مباحث سیاسی و ژئوپلیتیک در خاورمیانه بودن و که زاده پسکوه سراوان بودن و از اولین تحصیل کردگان بلوچ بودن، یعنی از بازمانده اون نسل بودن، از اون نسل بودن. و در فوت ایشون هفته پیش خیلی در فضای مجازی مخصوصا از سمت مردم بلوچستان یعنی خیلی خبری برای مردم بلوچستان تأسف‌باری بود و یک شخصیتی که واقعا دغدغه بلوچستان رو داشت و همیشه مسائلی که در مورد بلوچستان در واقع بیان می‌کرد رو مولوی عبدالحمید هم امروز گفتن که از منظر خیرخواهی بود و تحلیل‌های منصفانه میگفت و مهمترین دغدغه ایشون همیشه عدم توسعه نیافتگی بلوچستان بود و تحلیل‌های ایشون رو دقیقاً از هفته پیش مرتب همه مردم تو بلوچستان میذارن در مورد زنان، در مورد سوختبران، در مورد بحث سوایل مکران و خیلی این خبر تأسف‌باری بود برای همه ما در هفته گذشته که امروز ایشون هم اشاره کردن بهش. بله، من میخواستم به این نکته دیگه اشاره کنم. شاعر منتقد آقای شیدای همدانی هم که در زندان در واقع خبری بیرون که شعری سروده مورد حقوقش نقض شده به عنوان یک زندانی. در این مورد اگر که چیز بیشتری میدونید کوتاه ممنون میشم. بله حتما. آقای قاسم بهرامی که معروف به شیدای همدانی، ما میدونیم شاعر و منتقد ایرانی هستش که اهل همدان و ساکن مشهد بوده که الان در واقع به خاطر همون شعرهای انتقادیش در زندان زاهدان بوده که به خاطر یک شعری که سرودن در واقع از نظر اونها توهین آمیز بوده، اشاره به توهین کرده، میگفتن به واقعه عاشوری که از زندانیانی که اومده بود بیرون و به خاطر این 2 ماه ایشون رو به سلول انفرادی از بند عمومی بردنشون به سلول انفرادی فقط به خاطر همین شعر انتقادی و یا شعری که به قول اونها جنبه توهین آمیز به محرم و واقعه عاشورا داشته. خیلی متشکرم. یه خبر دیگه هم بود که سیاد بلوچی که در سریلانکا زندانی هستن درخواست کمک دادن از بیعملی و اقداری دولت در آزاد کردن اونها چی میدونیم و اینکه چرا در زندانه؟ بله. ببینید این 53 تا صیاد بلوچ هستن از شهرهای مختلف بلوچستان که بیشتر از کنارک، چاوار و دشتیاری و مناطق دیگه بلوچستان بودن. اینا 6 سال پیش در واقع در آبهای سریلانکا توسط در واقع دولت دریابانی اون کشور دستگیر شدن. خب برای صید ماهی و صید رفته بودن اونجا. یکی از مسائلی که خب اینا 6 سال مسئلهشون بلا تکلیفه، اینا در یک پیام ویدیویی که در واقع یک کاغذی داشتن و میخوندن و از دولت ایران میخواستن که مسئلهشون رو پیگیری بکنه و کمک کنه بهشون. چیزی که وجود داره اینجا علت این که چرا این صیادان ایرانی وقتی که خودمون دریای چابهار رو داریم مجبورن در آبهای کشورهای دیگه برای صید برن، این هم در همون میتونیم برگردیم به همون مسئله‌ای هستش که غارت ثروت‌های کشور به دست جمهوری اسلامی و سپردن اونها به بیگانگان هستش، در حالی که مردم اون سرزمین برای لقمه نان دارن در آتش میسوزن، برای لقمه نان مجبورن به آبهای کشورهای دیگه برن و اینجوری دستگیر بشن. و میدونیم که جمهوری اسلامی در واقع از
بحث صید کرال بود، اجازه صید در واقع کرال رو به کشتی‌های چینی داده بود و اون دریا رو به چین و هند در واقع اجازه داده بود و این مسئله باعث شده بود که این صیادان دنبال در همون لقمه اینون در آبهای کشورهای دیگه باشن که متاسفانه الان 6 سال هستش که این وضعیت رو دارم و 53 نفر هستن. بله متاسفانه همطورم که فکر می‌کنم بیمانمون بدونن در واقع وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد زندانیان که در زندان‌های کشورهای مختلف هستن باید کارهای انجام بده، از اینکه با روابط خارجش با در واقع از اینکه حقوق اونها با حقوق بشرشون و حقوقشون به عنوان یک شهروند ایرانی زیر پا گذاشته نشه اطمینان حاصل بکنه. اما در مورد این صیادان ما می‌بینیم که سال بدون اینکه افقی در روشون باشه برای آزادی در بند هستن. برای گزارش خیلی خیلی تکان دهنده بین الملل فکر میکنم اواخر هفته بود، چهارشنبه بله، منتشر کرد مبنی بر این 75% اعدام‌های جهان در ایران انجام میشه و 30% اون اعدام که تقریبا میشه حدود 1/4 اعدام‌های جهان بین مردم بلوچ هست. این اگر که یک جور نسل کشی نیست پس چیه؟ قبلا ما مقامات جمهوری اسلامی مثلا خانم ملاوی این که تمام مردان و جوانان یک روستا رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. در این مورد بله این دقیقا همونطوری که شما فرمودید این یک نسل کشی هستش که آشکارا جمهوری اسلامی و در وقاحت کامل داره انجام میده و خوبه که الان نظر جامعه جهانی و حتی من میتونم بگم مردم ما در ایران به این مسئله بیشتر از قبل توجهشون جلب شده و دارن میبینن که چه جنایتی داره مرتکب میشه. شاید قبلا کمتر مثلا اینو متوجه بودن، ولی ما خب خودمون به عنوان یک بلوچ رو جان همیشه این مسئله رو میدونستیم و شاهدش بودیم، یعنی به این شکل با اینکه مردم بلوچ، جمعیت بلوچ در ایران بیشتر از 5% جمعیت ایران بلوچ ها تشکیل میدن، ولی بیشتر اعدامی ها از بلوچستان هستن. 30% رقم کمی نیستش و توی همون گزارش هم اومده بود که بیشتر اعدامی ها با جرائمی به نام مواد مخدر هستن که اتفاقا این مسئله توی بلوچستان دقیقا همین مسئله خیلی اعدام هاش بر پایه همین اتهام هستش، یعنی به همین اتهام افراد رو متهم در واقع میکنن و بدون داشتن وکیل، بدونی که در واقع دادگاه منصفانه و عادلانه باشه و حتی اکثر اوقات متهمان این اتهام رو نمیپذیرند و اعدام میشن. ما داشتیم افرادی که سالها در زندان بودن، تحت شکنجه بودن، ولی نپذیرفتن و باز هم بدونی که وکیل باشه و دادگاهی براشون تشکیل بشه اعدام شدن و این یک نسل کشی آشکار است. ما هر روزه در واقع این رو داریم توی بلوچستان تجربه میکنیم، اون از سمت سوختبرها، این از سمت اعدامی ها و اون بحث ناامنی هایی که به وجود میاد و در واقع اون تیراندازی های بدون ضابطه‌ای که توی بلوچستان هر روز داره اتفاق میفته و اینها اگر نسل کشی نیست واقعا چیه؟ و امیدوارم با این آماری که الان در واقع عفو بین الملل داد و همه مردم ازش آگاه شدن اون کاری بکنن، یعنی سکوت نکنن در برابر این نسل کشی که جمهوری اسلامی بدونه که نمیتونه در واقع انسان‌ها رو به خاطر حالا متفاوت بودن، من فکر می‌کنم تمام اینها برمیگرده به این مسئله متفاوت بودن مذهب، زبان، عقیده که به این بهانه باز میاره زیر اعدام میبره انسان‌ها رو و بدونه که هزینه داره، هزینه سیاسی باید برای جمهوری اسلامی داشته باشه، چون تا زمانی که ندونه براش هزینه سیاسی داره این اتفاق میفته و کمان که ما داریم میبینیم درصد اعدام در کل کشور هم به همین شکل داره بالا میره متاسفانه. بله همینطوره. بعد از جنبش زن زندگی آزادی هم اعدام ها سرعت بسیار زیادی بخشیده
یه موضوع که الان شما راجع به مخدر صحبت می‌کردی، من بهش فکر کردم. زنی بود به اسم زرتشت جاربهی، ایشون چند ماه پیش اعدام شد. دستگاه جمهوری ادعا کرده بود که ایشون 5 کیلو مواد مخدر داشته. همون زمان فعالان مدنی بلوچ راجع به این نوشتن، همون زمانی که ایشون اعدام میشد. خانواده‌اش حتی پولش رو نداشتن که آمبولانس کنن ایشون رو از زندان کرمان، یعنی پیکر ایشون رو از زندان ببرن. و متاسفانه این برای اکثر یعنی زندانیان هم به همین شکل است. یعنی اکثر زندانیان بلوچی که اتفاقا به نام مواد مخدر توی زندان هستن، از در اون قشر واقعا کم درآمد جامعه هستن. یعنی کسانی هستن که شاید سرپرست چندین خانواده و نانآور چندین خانواده باشن و اون حتی فقر توی اون خانواده ها بیشتر از حتی خانواده های عادی از کسایی که توی زندان و به اتهام مواد مخدر هستن. متاسفانه این مسئله یه واقعیت دردناک جامعه بلوچستان. و فراموش نکنیم که اعدام کشتن یک انسان نیست، کشتن خانواده ها و نزدیکان، کشتن روح در جامعه. موضوع دیگه ای هم بهش اشاره بکنیم، بحث در واقع اقلیتی دینیه. ظاهراً هفته پیش دانش آموزای خب به واسطه اهل سنت باید سوالات امتحان دینی اهل سنت ولی دریافت چون نگران امتحان رو بیفتن بکنن. در این مورد چی؟ بله متاسفانه خب اینم یکی از تبعیض‌هایی هستش که به صورت آشکار از طرف در جمهوری اسلامی اعمال میشه در بلوچستان. خب جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیکی هستش که فقط همون مذهبی که خودش قبول داره در همون رو داره بر سر مردمی که اجبار میاره بر سر مردمی که اون مذهب رو ندارن و به همین شکل های نتیجهش میشه همین سرکوب ها، همین محرومیت ها. و کاملا اینو چند روز پیش توی یکی از مدارس شهر میرجاوه توی امتحانات نهایی ما توی کتاب دینی که داریم یکی دو تا بخش آخر کتاب دینی رو مختص اهل تشیع نوشتن و کسانی که اهل تسنن هستن، یک کتاب دانش آموزانی که اهل تسنن هستن اون قسمت کتاب رو میتونن نخونن و کتاب اهل تسنن رو که مربوط به اهل تسنن هستش رو میخونن و اون رو ازشون از بچه‌ها امتحان میگیرن. من یادم 5 تا 7 نمره از این بخشا داشتش ولی متاسف و باید سوالاتی هم که توی امتحان آورده میشه از همین بخشا باشه برای هم تشیع و هم تسنن از کتاب خودشون، که این اتفاق توی امتحان نهایی نیفتاده. بچه‌ها برگه‌هاشون که بهشون دادن گفت سوالات اهل تسنن براشون نبوده و مجبورشون کردن سوالات اهل تشیع رو بنویسن و وقتی بچه‌ها اعتراض کردن گفتن شما حق اعتراض ندارید، سوال امتحان نهایی هستش و سوالات از تهران اومده، اگرم جواب ندید تجدید مردود میشید. که متاسفانه خب این اتفاق تجدید شدن بچه‌ها براشون میفته به خاطر اینکه این قسمت اونها هیچ آشنایی ندارن و این اتفاق افتاده. متاسفانه با اینکه دم از اسلام میزنه، با اینکه دم از وحدت میزنه، با اینکه دم از این آزادی مذاهب میزنه، ولی حتی میبینیم همون مذهب تسنن که دین اسلام هستش رو حتی اون رو هم بر نمیتابه و اون رو داره بر بچه ها تحمیل میکنه و مثلا این فشار رو از توی مدرسه حتی داره به بچه ها میاره و متاسفانه این هم یک مسئله دردناک دیگه هست. خب بحث آخری که امروز میخوایم بپردازیم، هفته پیش روز بهداشت قاعدگی بود. ما میدونیم که بسیاری از زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بلوچ در شرایطی زندگی میکنن که دسترسی به لوازم بهداشتی سلامت حفظ کنن ندارن. ما این فرصت استفاده کنیم راجع به محرومیت‌ها، رنج و تبعیض‌های اجتماعی که زنان و اقلیت‌های
جنسیتی بلوچ باهاش مواجه هستن حرف بزنیم. ممنون میشم اگر که راجع به این هم توضیح بدید. حتما. ممنونم رقیه جان. بله این مثلا یکی از مسائل خیلی مهمی هستش، مخصوصا وقتی که ما روزی به نام روز جهانی پریود داریم که این روز رو به خاطر آشنایی بیشتر مردم و یا آموزش در مورد مسائل بهداشتی مربوط به قاعدگی و پریود میذارن و حتی صحبت کردن در مورد اون به خاطر شکستن تابوهای مربوط به پریود میذارن و مسئله مهمتر دسترسیه و اینو یادآور میشن که بسیاری از انسان‌ها در این جهان هستن که هنوز دسترسی‌های اولیه رو به محصولات بهداشتی در زمان پریود و قاعدگی رو ندارن. این مسئله دوباره در قسمت بلوچستان توی ایران، ما میدونیم ایران کشوری نیستش که کشور فقیری باشه که مردمش مثلا حتی دسترسی به امکانات اولیه‌شون رو نداشته باشن و شما میدونید وقتی که توی یک منطقه شما محروم نگه داشته میشید، به حاشیه رونده میشید و تبعیض سیستماتیک و چند لایه رو تجربه میکنید، در اون منطقه زنان و کودکان هستن که این رنج تبعیض سیستماتیک و در واقع چند لایه برای اونها بیشتر میشه، یعنی آسیب بیشتر رو حتی زنان و کودکان میبینن. خب در زمان پریود متاسفانه این رنج چند برابر میشه. مشکلات، حالا ما خیلی صحبت میکردیم در چند سال گذشته در مورد اینکه تابو شکنی کنیم، حرف بزنیم در مورد پریود، آشنا بشن مردم، آموزش ببینن، مخصوصا نسل جوان و جدید در بلوچستان، پسرها، مردها نسبت به این مسئله آگاه بشن که این رو حالت شرم ندونن، یعنی حالت شرم آوری، مسئله شرم آوری برای زنان ندونن. ولی مسئله در بلوچستان فقط بحث تابو شکنی این مسئله نیست. شما تابو شکنیش بکنی، قبولش بکنی، آموزش بدی به افراد، ولی اولا که آموزش هست، مشکل آموزش داری. بعد شما وقتی که در یک منطقه‌ای داری زندگی میکنی که حتی آب برای نوشیدن و بهداشت خودت نداری، فرض کنی و حتی یک درمانگاه درست حسابی، بیمارستان درست حسابی نیست و زنان در این زمان بیشتر آسیب میبینن، مشکلات بهداشتی که دوچارش میشن، مهمترین چالشی که اتفاقا در بلوچستان زنان الان با در دست نبودن محصولات بهداشتی هستش که خطرات خیلی جدی رو قطعا برای سلامتی زنان به وجود میاره و میدونیم که همونطور که گفتم زنان و دختران خیلی توی این مواقع بحران خیلی آسیب پذیرتر هستن و آب، مسائل بهداشتی، در دسترس نبودن اونها به وسایل بهداشت قاعدگی، همه اینها معضلاتی هستش که متاسفانه ما توی بلوچستان داریم و این مسئله رو شاید شما فکر کنید شاید توی روستاهای دوردست بلوچستان، ولی متاسفانه اینجوری نیست. ما در دل حتی خود شهر زاهدان، من خودم آمار دارم که مناطقی هستن که بچه دخترها از کمترین امکانات همون محصولات اولیه رو برای بهداشت قاعدگی ندارن، فقر آنچنان زیاد هستش، یا در روستاهایی که دسترسی به آب ندارن فقط حتی تصور کردن این مسئله، شما که زن هستید متوجه هستید و این قسمتش مسئله دولت هاست که باید به این بپردازن و ما تو این قسمت متاسفانه به بابت بلوچ بودن این رنج مضاعف رو زنان و دختران در بلوچستان تجربه میکنن و بعد میمونه بحث تابو شکنیش که خب خوشبختانه من میبینم دختران و پسران نسل جوانی که الان توی فضای مجازی هستن، بارها مثلا من صحبت میکردم در مورد این مسئله، خیلی برای من جالب بود، میگفتن که نه این مسئله دیگه پریود برای تو خانواده ما تابو نیست. همسر من، پسر من جلوی پسرم صحبت میکنم براش و نمیگم که کامل از بین رفت، ولی همین حتی قدم‌های کوچیک هم خیلی امیدوار کننده است. ولی از اون بعد مسئله بحرانی تر هستش. این مسئله خیلی توجه بیشتری میخواد که چیکار بکنیم که زنان و دختران که اون که در مواقع گفتم بحرانی مثل سیل و اینا هم که وضعیت خیلی متاسفانه بدتر میشه و امیدوارم که روزی برسه که مردم ما برای کوچکترین نیازهاشون، ابتدایی ترین نیازهاشون، اینقدر در کشوری که پر از سرمایه و ثروت هستش، سرزمین بلوچستان که اینقدر ثروت و سرمایه داره و مردمش از امکانات کم محروم هستن متاسفانه. این یه بار دیگه نشون میده که چقدر مردم ایران بلوتر حکومتی هستن که داره سعی میکنه جامعه رو در عرصه‌های مختلف فقط نگه داره، فضای تنفس ازشون میگیره. فریبا جان من ممنون میشم که یه طرح موضوع به بلوچی بدین. من دیگه در از این نمیدونم. مرسی، من سعی کنم خیلی کوتاه بونم بپردازم. مرسی از شما.
درود و دربات گشم تی براتو گوهران که ایدان تی دوستان که ایدان تی لاب گماهورند شما منتوارا که مروچی هنگ گماهور بودی مروچی هم ما مثل پیشگی هفته بلوچستانی هبرانا که حادثانی که پیشی هفته گند گوشتند تنو آن باور و خبری کردند من لطفاً که اوتی خبران بونگیج کنم گو بحث همی پریود که ته بلوچی یاد گوشتش بینمازی بی وقتی که جنینی پریود گو قاعدگیت گوشتش بینماز بوده و این مسئله الان یک روچه که هست میان استمانی روچه هم جهانی روچه پریود نام شرط دنیا بخاطرشی که مردمان شیواری بدن سرپدی بدن بابت پریودی که که شرم داشتن پریود را پریود که بلند کناری بلند و جنینا مردینا و مخصوصا می چوکان مردی چوکانا لوگا آموزش بده بابت این مسئله تعلیمش بده که ایشی یک جزش جنینانی بدنه و چیز سلی چیز نه هم گوزهگان خبر کنه آن سرپدی ده ولی یک گشترین مسئله که الان هستش اینه که ما تا بلوچستان تنها همه نامی که هلنتی تابو شکنی نیست ما یک توترین و مزنترین مشکلی که ما را هستش اینه که بلوچستان ما حتی همه کمترین و گوانترین چیزان پشه که آنها که بهداشت و جانراهی یا بدارند ندارن اولین چیز هم که زمانی که یک جنین پریود بیته عادت مایانه بیته یا هم بینماز بیته ایشین که بهداشت و بیته آب داشته آب سالم داشته بیته اما محصولات بهداشتی داشته بیته بلوچستان اینکه بزدگی و نداری بازه که بازه می جنین و دختری بازه ملک بلوچستانی زبه رشه امکانات و نیستش و کشی هم که اما ایرانی دولتند که بلوچستان و ایرانی ثروتانی گرفته و مردمانش گوانترین چیزانی هند اساسی داشتن زبر کرده دیگه گپ و خبرانی که هستن که مولوی عبدالحمید بعدش که اماتی علاجی سفر برگشت از زیر مردمان پای پیشواز رفتگند و باز این گپ فضا مجازی هست و مولوی مروچی وقت نماز داده و بابت فلسطینی مسئله هبایی کرده و دیگه مسئله که پیشگی هفته آین هم یک تلفین اینستاگرام هم گپی هشتاد بابت واجب پیر محمد مولازی بیران بیگد که بازین دل پدردی خبری پراج بلوچد که یک مزنین مردمی که نویسنده یاد که دلسوز بلوچستان همیشه بلوچستانی بابت گپ کرد و ته خاورمیانه هم مزنین تحلیل گریت ما آیی چه دست یک بازن دل پدردی به بلوچستانی مردم و یار آیی بیران به یک بازن دل پروشن گپیت الله رحمت بکن دیگه گپی که هست بازین مسئله که پیشگی هفته همه می تیل کشان و گازیل کشانی گپن که هر هفته ایمی جوانان ته بابت همان نداری و بیکاری یا تصادف کنن تو بیران بند تو سوچن یا که جمهوری اسلامی آن بود تیران و تی جن تو کشید یا تی آتش زنده سوچن بازیم نفری بستگین هفتگا همین حالت بیران بودتگن بازی 12 نفر تی مرز سراما کشان مشرقی بلوچستان بودتگن آن هم 4 نفری کشته 4 نفر گارو بیگاه هم تو 4 نفر هم تپی بودتگن تو یه نیمگاه هم 4 دیگری تپی کرده یک جوان 18 ساله بیران بودتگ و سری دیگه هم چهباری مسیر آیان هم تی آچش ها هنچو زنده کا صحبتگن که شی باز دل پدردین گپی په بلوچ وحده که هیچ کاری هیچ چیزی نیستن تو و تیلکشی کاری نهین یک مجبوریه که شنداری و می مردمان می جوانان این کارا مجبورن کنن یک گزارش یحتت شایی دامیان ته ایران که عفو بین‌المللی سازمان یک گزارش شنگ کرتد که گشترین آماری که بوده شنگ بودش ایرانی ادامیان ته ایران بوده و گشترین آمار ادامیان ته که پاهو در بودن ایدام بودن ته بلوچستان بودن بلوچان 5% ایرانی جمعیت دارن ولی 30% یه ادامیان مال بلوچ مردم بودن که مواد شد پیسر از آنتا گپ ولی باز باشه که دنیا هششی سرپد بوده امید که پی بابت کاری بکنن
که بلوچی جان هم پهکان اهمیت پیدا بکنتن تو بلوچی جان بی اهمیت میپان. یک دیگه گپی هست که چوکلوپانی که رنگ تعلیم و امتحانش گرفته بود تگم پایان که همه کتابی که هستش کتاب دینی نامی یک بحرش کتاب دینی که سوالانی که مال سنیان هم با جوابش بده و چوکلوپان این سوالانش نیارته و آنش باشته که با شیعان سوالان جواب ده که جواب مده یا آنا ش امتحان مانند تو آن تجدید و مردود کنند و چوکلپا مجبور بوده باشه. یک گپه که حامنه حکومت که یک حکومت حکومت دینی زانته تو همیشه شگف شو عادت جانتن بله بعضی افسوزه که گندی همیشه ظلم بلوچ کنته باوش که بلوچی مذهب بلوچی فرهنگ بلوچی زبان بو آیان یا پرک هسته. و دیگه گپی هستش که جمهوری اسلامی باز گلایشند که تلاش کنند ما پهک زانشی که همیشه تلاش و کوششی بوده که بلوچستان رو ناام بکنته و بلوچان رو به هم دور بدن گو بلوچی بود پوچان یا انت خیابان و مردمان جنت خوشن ولی باز باشه که این روچان گشتر ما بلوچ مردمان هوشیار بودن بزانن که این بلوچ کشی که هسته و باز بوده شیوت جمهوری اسلامی کاره اون سارا بداره که محلید که جمهوری اسلامی به نام بلوچ بیتن بلوچان انتخاب که بیتن و براس کشیا بودن باز بکن تو بعد پدا هم وقتی هم بیتن ما رو بکشیده شوی مینتوانو که شما مروچی پدا ما رو گوش داشت امیده که دیمیگی هفتگان با ما بی اگر شما رو هر پیمین گپ و خبر و حالش بلوچستان هسته که لوچی شنگ ببیته دیمیگی هفتگان تونی گو ما شنگی بکنیم ما هم دیمیگی جمعه پدا گوش ما یاین و ای بابتا خبر کنیم باز منتوار سلامت کنیم. خیلی متشکرم. مرسی از شما. از همراهان عزیزمون من دوباره خدمتتون عرض کنم که این لایو در لایو ایرانیه که از صفحه من در واقع فنی که داشتیم ویدیو در دسترس این قرار خواهد گرفت. خیلی متشکرم از همراهی فریبا جان. خیلی ممنونم. ممنون از شما و از همه دوستان که همراهمون بودن. مرسی. روزتون بخیر. مرسی. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.